안녕하세요 여러분. 저는 파라나키입니다. سلام بچه ها. امروز میخوام در مورد مسابقه کویزان کوریا صحبت کنم. بریم که یه روز جذاب و خاص رو براتون توضیح بدم. مسابقه کویزان کوریا یکی از هیجان انگیزترین مسابقات برای علاقه‌مندان به کره جنوبیه. این مسابقه شامل سوالات و پاسخ‌ها به زبان کره‌ای و به شرکت کنندگان اجازه میده دانش عمومی خودشون رو در مورد این کشور بسنجن. علاوه بر مسابقه ما در فعالیت‌های مختلفی دیگه مانند رنگ‌آمیزی نیز شرکت کردیم. من رنگ‌آمیزی پرچم کره جنوبی انتخاب کردم چون سال گذشته طراحی آی لاو کوریا رو انجام داده بودم. خیلی نگذشت که شروع مسابقه رو اعلام کردم و چون من و دوستم جزو مسابقه دهنده ها بودیم به سمت جایگاهمون رفتیم و این مسابقه هیجان انگیز با سخنرانی سفیر کره جنوبی آغاز شد. سلام به همه. صبح بخیر. خوشحالم که اینجا میبینیم همتون. خوش اومدین به مسابقه کویزان کوریا. خیلی ممنون. مسابقه اونقدر ادامه یافت تا اینکه فقط 6 شرکت کننده باقی ماندن که در پایان اجراهای شگفت‌انگیزی ارائه دادند. 모두 자리에 앉아주시기를 바랍니다. 왕은 누가 될까요? 함께 지켜봅시다. 첫 번째 문제 보여주세요. 떠오르는 것이 있었사온데 한국의 관객께서 소녀에게 미리 말씀을 하셨사옵니다. 공주마마 목소리가 어찌 그리 애교가 많으신지요 하시며 감탄을 아끼지 않았사옵니다. 그리하여 오늘은 춤도 아니고 سه برنده داشتیم و من صمیمانه به نفر اول 25년 퀴즈 تبریک میگم. 이란 챕터 파이팅! 한국 본선 진출에 기회를 얻기는 최종 1등 우승자는 보스탄 사레이 씨 축하드립니다. 축하드립니다. 보스탄 사레이 씨 참가자는 2025년 KBS 퀴즈 코리아 한국 본선에 참가하게 되면 한국 왕복 در آخر یه عالمه خاطره با گرفتن عکس جمع کردیم و غذاهای خوشمزه کره رو امتحان کردیم. ممنونم که تا اینجا همراهمون بودیم.